Ассалому алейкум, دوستان محترم شنوندگان. من رحمانов عزیزجان سلمанович, доцент کافر منطقه شناسی جهان و سیاست خارجی دانشگاه اسلامی روسیه تاجیکستان و همچنین دیرکتور مرکز تحقیقات منطقه‌های جهان میباشم و در شعبه مناسبت‌های خارجی دیپلماتی و منطقه شناسی جهان درس میدهم به استودنتان، دانشجویان و ماگسترانتان. وقتی که سخن درباره مسائل اکستریمیسم تروریسم میرود، من هر وقت از سالهای پیشین میگفتم که جنبه تروریسم و اکستریمیسم به زودی بسیار جهان را به تهلکه میبرد و 10 سال پیش از این در دانشگاه ما کورس مخصوص جاری کردیم که آنش معناش مسئله مقاومت بر ضد تروریسم، اکستریمیسم و گذراندن کارهای فهماندهی در بین جوانان بود. اصلا اکستریمیسم این کلمه فرانسوی بوده و هم فرانسوی هم لاتینی بوده. معنای اصلیش افراطگرایی، تندروی، فکر و اندیشه و عملهای تندروانه است، حتی گذشتن از آن گذشتن است. نباشد کلمه اکستریم این معنای دیگر دارد. شخصیت‌های هست که همه وقت میخوان در حالت بسیار اکستریمالی باشد، در حالت آن چیزی که آنها میخواهند و حتی آدم‌ها را بینید با بلندترین قله‌های کوه‌های بلند میبرایند یا اینکه در بالای بند که بلندی آن در 5 کیلومتر است برآمده رقص بازی میکنند. این همین چیز است. این حالت‌ها را حتی در تیبت دیدن ممکن است. اصطلاح تروریسم باشد که از دوره‌های قدیم پیدا شده است و ما کلمه لاتینی بوده، معنایش ترس و بهم است. همین فرقیت اکستریمیسم و تروریسم. اکستریمیسم مفهوماً از تروریسم کلانتر است. اول جنبه جوان اکستریمیست می شود و بعدتر به عملهای تروریستی درس میزند. این عملیه است. ولی ترساندن این چیز بسیار یک چیزی است. من وقتی آخر در درس‌های خودم حرکت میکنم که صورت‌های مخصوص بیارم یا اینکه فیلم‌های مخصوص بیارم نشان دهم. مثال در وقت اکت تروریستی که در شتای متحده آمریکا شده گذشت 11 سپتامبر 2001 من در مسکو بودم. بعد وقتی که نوار رو نشان دادن که سامولوت‌ها با این دو بینای کلان زد، بنا 110 آشانه دارد، بلندیش 350 متر است. بعد من رفتم در مسکو یک جا است ازمایلوفسکی پارک میگن، باغ ازمایلوف میگن که در اونجا المپیاد سالهای 80 همشون جایگیر شده بودن، مهمانخانه‌اش بود. اونجا بلندی خانه‌هاشون تا 40 آشانه است. بعد من گفتم اگر این چپه شد من باید کجا گریزم. همین خیلی ترس و وهمی بسیار کلان بود. لیکن باید گفت که اکستریمیسم تروریسم این هم غایه است، هم مفهوم بسیار چقدری دارد که این جهان رو وادار است. بغیر از مفهوم‌های اکستریمیسم تروریسم در جهان امروزه فهمیش‌های گوناگون پیدا شده است. مثال میگم که اکستریمیسم ایدئولوژی، اکستریمیسم دینی، اکستریمیسم ملی، همین چیزا. هرچند پرزیدنتمان هر وقت در برآمدهای خودشون میگن که من همین آخران کاری که شده بود گفتم که اکستریمیسم و تروریسم نه ملت دارد، نه دین دارد، نه خلقیت دارد و تماما با این شخصیت باید نمیشد. همین خیلی میشود. مرحمت.